أين الرجال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على به نام الله ستایش مر الله را، درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و کسانی بود که به ایشان پیروی کردند. شهادت می‌دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. کلام دویمی به پایان ما بیمده می باشد. الله سبحانه و تعالی حقیقت را بیان نموده گفت: ای جامه در سر کشیده، خیز و بیمده. بیمده یعنی برسان، رسالت را برسان، رسالتی را که به تو از جانب پروردگارت فرود آمده است برسان. وحی را که الله به تو نازل نمود برسان. یادآوری و حکمت را که الله در آیاتش به تو نازل کرده است به آدمان برسان. رسانیدن این احیای دوباره دعوت بعد خواندن آن محسوب می‌یابد. بعد آن که تو آن را می‌خوانی، فهمیده، از خود می‌نمایی و چیزی خوانده‌ات را درک می‌کنی، کار بهترین آن است که این فکر را در سینه خود محفوظ نداشته آن را به دیگران می‌رسانی. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: الله برکت دهد بنده را که سخن مرا شنیده حفظ کرد و همان طوری که شنیده بود رساند. شاید که شخص شنونده از شخص رساننده دیده فهمنده تر باشد. بیمده کلام بی پایان و کلام دویم دعوت است که برای هر یک مسلمان، برای هر یک دعوت کنندگان ضرور می باشد. آن طلب رسانیدن دعوت را به مردم خرد و کلان و مرد و زن به ثبوت می رساند که باید تا زمان اتمام این دعوت پهن عقیده حق در هر گوشه و کنار دنیا و برهم خوردن عقیده باطل، از بین روی کلام باطل و باقی ماندن تنها کلام الله سبحانه و تعالی ادامه یابد. بیمده کلامی بی پایان می باشد. من به الله برای خودم و شما استغفار می گویم. الله وبركاته.